استاد سخن حضرت سعدی شیرازی هم میگویند برای علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد. علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد، دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست. بر روزگار سلامت سلاح جنگ بساز، وگرنه سیل چو بگریفت صد نشاید بست. حالا که سیل نیامده است ما آماده باشیم. حالا که جنگ نیست میگویم تو آماده، تو سلاحت رو آماده کن. حالا که کار از کار نگذشته است قبلا آماده باشیم، نه اینکه بعد از آن. بعد که واقعه به وقوع پیوست دیگر افسوس و داد و فریاد هیچ سودی به جان ما نخواهد کرد. امیدوارم از این پند بزرگان برای زندگی خود یک چیزی گرفته باشیم. خدا نگهدارتان.